جهانیان خدا کرد. با وجود این پیغمبر بزرگوار آنقدر در عبادت خدا غرق بشدند، مشغول بشدند، گاه از بسیاری عبادت پاهاشان ورم میکرد، چشماشان از اشک ریختن سرخ بشد. ببینید حضرتی مغیره ابن شعبه میگن حدیث صحیح هست، قام النبی صلی الله علیه و سلم حتی تورمت قدماه. پیغمبر خدا شبها آنقدر قیام لیل میکردن، نماز شب و دور و دراز میخواندن که پاهای مبارک ورم کرد. ما میگه دلامون براش میسوخت، اکرام حبیب خدا، آخر پروردگار همه گناههای شما را عفو کردگی است، گذشتگی است، چوه اینقدر شب بیداری، چوه اینقدر رنج و زحمت زیاد میکشی؟ حضرت در جواب میگفتن افلا اکون عبدا شکورا، آیا من بندی سپاسگزار نیستم؟ خداوند برای من اینقدر مهربانی کرد، من شکرانی او را نگویم، من عبادتی او را نکنم. بنابراین حضرت عایشه مادر ما میگد قام رسول الله صلی الله علیه و سلم اللیلة كله بآیة واحده. از شبها میشد بخواندن یک آیت و تکرار یک آیت محمد شب روز میکرد. رنگی ما ایشالا خواب میرفت، رنگی ما پیشواهای دین نمازی بامداد قضا میکرد. من از حضور بستر و بالین گذشتم، شبها دراز پایم دراز و نیست به شبها ز حرمتت. دوستای خدا چقدر به خدا نزدیکتر شوند، خوف اونها زائدتر می شود، ریاضت و عبادت اونها زائدتر می شود. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم عزیزان من چگونه زهد داشتند، تقوا داشتند، پرهیزگاری داشتند. آره جزیره العرب پر در اختیار رسول اکرم در آمده بود. شهر مدینه و اهالی او مال و جان خود برای محمد داده بودند. گاها در صحن مسجد محمدی طلا توپ میشد، تیپه میشد، تا بیگاه تقسیم میکردن به مردم میدادن. اما خود محمد چگونه زندگی میکرد؟ مگر قصر عالی داشت؟ مگر مانند من خانه دو قبطه داشت؟ مگر دیوانهای ملایم و کرپه های بخمل داشت؟ ببینید عزیزان من رسول اکرم زهدش چگونه بود. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگویند بار نزد رسول اکرم آمدم، پیغمبر خدا را دیدم که بالای بوریا ده خوابند، بوریا حتی کرپه نبود، حالا دیوان استاد، کراوات ملایم استاد، بوریایی که از نای تراشید ساز کرده بود. حضرت بالای او خواب بودن. میگن عمر میگن من از در آمدم، پیغمبر بزرگوار پیش من خست و نشست و قد اثر فی جنبه، پهلوهای مبارکی رسول اکرم کتفای مبارکش پی بوریا ششتگی بود، نقشی بوریا در بدن زیبای محمد نشسته بود. عمر میگه خب نگاه داشته نتانستم به اختیار گریان شدم. فحملت عین عمر فقال ما لك یا عمر، گفتم عمر چی شد؟ پیغمبر خدا پرسید. فقال یا رسول الله انت صفوة الله فی خلقه، تو حبیب خدایی، تو برگزیده جهانیانی، تو بهترین موجوداتی. این حال شما رو ببین، بالای بوریا نقش بوریا بر بدن شما نشست و کسرا و قیصر فیما هما فیه من الراحة والتنعم، شاه ایران و شاه روم
بالای تخته های ملایم، بالای دیوان های $10,000، بالای گربه های راحت هستند. شما باشید پادشاهی دو عالمید بالای بوریا. این مقصد عمر چی بود؟ مقصد عمر این بود که یا رسول الله آخر اینقدر سربت و پایگیری می بیاد، آخر برای خود لااقل یک گربه ملایم کنه تا زیر پای خود اندازه بالای او خاروه. این چی حال است الها؟ حضرت رسول اکرم به عمر چی گفتند؟ یا عمر او فی شکین انت. عمر گفتند تو در پیغمبری من شک داری؟ تو شبهه داری که رسالتی من ده یا پیغمبریم ده؟ این سؤال از من میتی؟ حضرت عمر گفتند نه یا رسول الله خدا پدازید من شک ندارم، من میدانم تو حبیب خدا هستی، اکراخی کمی هم بدن خدا راحت دهید. حضرت چی گفتند؟ اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی حیاتهم الدنیا. گفتند عمر این پادشاه ها قیصر و روم ها، این ثروتمندها کسانی هستند که خداوند راحتی اونها را در همین دنیا داده است، معیشت و راحتشان همین جاست، همون لحظه که جان از بدنشان برآمد اونها در عذابند. عمر مالی وللدنیا وما انا والدنيا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. عمر من کجا و دنیا کجا؟ برای من دنیا چی در کار است؟ من مانندی همون سواره هستم که در راه روانم، آفتاب گرم شد و زیر درخت برای دم گرفتن فرآمدم و لحظه دم میگیرم و برآمده میرم. آخر من دنیا دوست همین قدر است، برای همین قدر لحظه میشود خاصر سازم، برای همین قدر لحظه میشود گردیتور خرم، برای همین قدر لحظه میشود اسباب معیشت راحت آماده کنم. عزیزان من، پیغمبر ما گاها عایشه میگوید 3 روز و 4 روز و گاها ماه میشد دیگه پیغمبر تکش علاوه نمیدید. برادری و برابری در اسلام است. به خاطر هم که اصحاب بزرگوارش کم بغل بودن اکثرشان محمد غذای شیرین نمیخورد، به خاطری که اصحاب بزرگوارش اکثرش چیزی نداشت، یک ردای تنها داشتند، محمد هم بالای دیوان خواب نمیکرد. این است برابری، این است برادری. مگر شعاری که کمونیستا داشتن برادری و برابری همون شعار بود؟ خودشان در قصرهای عالی و بالای تخته ها، مردم در درون پخته از بالا سمالیات دارشان میزد با شعار برابری و برادری. الله، این بود زهد پیغمبر. خیلی خوشم می آید سلطان تختی ملک عقبا. حضرت عمر اونها پادشاهان دنیا هستند، اما ما پادشاهی آخرتیم، پادشاهی جنتیم. امیران خواستن اعزاز دنیا، امیران خواستن اعزاز دنیا، طلب کردیم و ما از وصل مولا. این پادشاه ها عزت دنیا را خواستند، اینها راحت دنیا را خواستند، اما ما عزت و راحت پیشگاه خدا را خواستیم. به اهل الله نقشی بوریا به، حضرت مولی باش میگه به اهل الله نقشی بوریا به، براحت عاشقی دنیا مرغوب. به اهل الله نقشی بوریا خوب، براحت عاشقی دنیاست مرغوب. خدا رحمت کنه. اللهم اقبالم بیا میگویند در یکی از سخنهاشان، سروری
در دین ما خدمتگری است، سروری در دین ما خدمتگری است، عدل فاروقی و فقری حیدری است. آن امامان که امیری کردند در امیری هم فقیری کردند. این است دموکراسیا. بنابراین یکی از نویسندگان فرانسوی ابوالحسن اندلوی در سیرتشان آورده بودند، وقتی که تاریخ پیغمبر بزرگوار ما رو میگد از اول تا آخر مطالعه کرد، آنچنان به هیجان آمد، میگد گفت که اینو میگویند دموکراتیا. این است دموکراتیایی که ما امروز پیشواها دعوا داریم در سیرت محمد او را جویه. حضرت علی رضی الله تعالی، حضرت عمر 11 سال حکومت داشتند، دو پادشاهی زورترین عالم به خاک یکسان کردند، پوستین مبارکشان 11 دربه داشت، تختشان بوریای مسجد بود، سایبانشان درخت خرمای بیرون مدینه بود که خود تنها زیر او بالای رگ رفت خواب میرفتند که از نام عمر کسرا و قیصرها می لرزیدند. عدل فاروقی و فقری حیدری است. آن امامان که امیری کرده اند در امیری هم فقیری کرده اند. پیغمبر بزرگوار چگونه خود این زهد داشتند. خاندان ایشان هم این زهد داشت، مانند حاکم های امروز، مانند پیشواهای دینی امروز، خانه های زیبا و برای فرزندانشان ماشین های ملایم و برای دخترانشان طلا و هاری های زیاد داشتن یا نه؟ کله همین لحظه میخواهم برای شما گویم، البته ما همین داخل هستیم، اما این پیغمبر بزرگوار چگونه با خاندان خود با همسران و